پرسپولیس سرانجام از بین گزینه‌های خارجی با خوزه مانوئل به توافق رسید. پس از مطرح شدن گزینه‌های داخلی و خارجی و مذاکره مسئولان پرسپولیس با گزینه‌های خارجی، بالاخره خوزه مانوئل پرتغالی هدایت سرخپوشان رو در فصل جدید به دست خواهد گرفت. سردار رایان واقعا تلاش کردم و من فکر میکنم امشب ساعت 1:30 شب میرسن ایران و ایشالله فردا یه جلسه نهایی دارن با سردارینا و پس فردا کارشون شروع کنن. حوزه قطعی شد. 100% قطعی شد. قراردادشو میفرمایید؟ قراردادش هم خدمت شما بگم که اوایلش خیلی مبلغش بالا بود، ولی با تلاشی که سردار کردن تقریبا رسوندن به مبلغی که آقای دیلیز نمیگیره. چقدر مبلغ؟ حدوداً فکر کنم 1:30 یا نزدیک 2 تومن آب میخوره. 2 میلیارد. خبرها بود بیشتر، حدود 4 میلیارد. خدمت شما دیگه اول اینقدر بود، ولی تلاشایی که کردن و ایشون هم واقعا محبت کردن، گفتن من واسه پول کار نمیکنم، من چون همیشه تیمم قهرمان